میدونم که تو هم توی قلب تخته هایی داری، عقده هایی که اومدن از نقطه های تاریک. تو مثل من دلت سوخت از نقره های داغی که حک کرده اسم ما رو نخبه های یاقی. الان 12 شبه از صبح پای کاریم، بازم روبرو شدیم با سفره های خالی. این حرفا شدن فقط مشتی گفته های عادی، تو هم پری از این همه حفره های مادی. خیابونا پر از مشت کاسب پست، پر از آدمای محتاج کاسب دست، پر از آدمای خردمند و تحصیل کرده که زندگی انزوا رو بهش تحمیل کرده، پر از آدمای سخت کوش کارگر که کاغذ فردای روشن رو پاره کرد، پر از کسی که دنبال پول کلی گشت آخرم رسید به فروش کلیش، پر از اونا که سالها خوندن درسهای بدن ناامید گذشتن از مرزهای وطن، پر از بغضی که نترکید و عشق نشد، پر از استعدادهایی که کشف نشد، پر از اون کسایی که از خودی فریب خوردن بعد یه گوشه تک و تنها با غریب مردن، پر از من تو قصه های درد. بگو تو این دست از چی باید استفاده کرد؟ از فریاد همینجا داد میزنم، من میخونم و سکوتم رو دار میزنم، من میمونم و سعودم رو جار میزنم و بال میزنم به اوج قصه ها میپرم. از این بقت حرف دلم رو فریاد میزنم، من میخونم و سکوتم رو دار میزنم، من میمونم و سعودم رو جار میزنم و بال میزنم به اوج قصه ها